بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اصحابه المنتجبین. ما برای اثبات بیان جناب مولوی که فرمودن علم اگر از حد گذشت و جان انسان از قطره بودن خارج شد و وصل به دریای معرفت شد، همه موجودات عالم از او اطاعت میکنن، از او فرمان برداری میکنن. برای این که این بحث دوباره یه مقداری تأکید کنیم که این یک حرف شاعرانه نیست، بلکه یک حرفی است برخوردار از شعور، یک حرف صرفاً احساسی نیست، بلکه یک مطلبی است برهانی و یک مطلبی است قرآنی و یک مطلبی است که تجربه بشر و تجربه عارفان واصل اون رو تایید کرده است. یه بخش دیگری رو از آیات قرآن عرضه می‌داریم. قرآن کریم وقتی بحث ایمان رو مطرح می‌کند، ایمان یک حقیقت است، یک امر فکری و باور عقلانی است و این فکر و این باور قابل توسعه هست، قابل گسترش هست. لذا قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنو. نگاه کنید، مخاطب مؤمنینن. یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم. آیا شما را راهنمایی کنم، هدایت کنم و به سوی یک تجارت و سرمایه گذاری برسانم که شما را از دردها و رنجها نجات بده؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیله به اموالکم و انفسکم. میگه شما ایمان به خدا بیارید و ایمان به رسول. نگاه کنیم مخاطب کیا هستن؟ مؤمنینن. میگه ای مؤمنین ایمان بیارید. خب این یعنی چی؟ این یعنی این ایمان قابل توسعه است. مثل اینه که یه استاد میگه دانشجویان عزیز علم بیاموزید. خب اینا علم دارند، دانشجویان عالمان علم بیاموزید. یعنی علم یک حقیقت توسعه دار و دارای گسترش هست. بعد وقتی که این ایمان دارای وسعت وجودی شد، در هر مرحله انسان رو به یک سلسله حقایقی میرساند که مرحله پایینتر نمیتواند اون حقایق رو به انسان بدهد و در اختیار انسان قرار دهد. شما خط رو، نوشتن رو بلدید، نوشتن رو، نقاشی رو بلدید، یک هنری رو، گلسازی رو بلدید. هرچی تمرین بیشتر میکنید در اون مهارت شما بیشتر میشه. مهارت بیشتر یعنی چی؟ یعنی زیباتر خلق میکنید، زیباتر شعر میگید، لطیفتر میگویید، هنرمندانه تر مینویسید، هنرمندانه تر نقاشی میکنید. لذا میبینید بین هنرمندان، بین شاعران، بین عالمان مسابقه علمی، مسابقه هنری میزنن. یعنی چی؟ یعنی این علم، این هنر، این نقاشی، این شعر گفتن، این خطاطی یک حقیقت وجودی است در جان ما و قابل توسعه و تکامل هست. بنابراین ایمان هم یک حقیقت وجودی قابل توسعه هست. هرچی این ایمان وسعت بیشتر پیدا کند، آثارش بیشتر هست. یک قطره باران یک اثر دارد، یک رودخانه یک اثر دارد، یک دریاچه یک اثر دارد، یک دریا یک اثر دیگری دارد. بنابراین ایمان هم مثل همه حقایق وجودی یک حقیقت وجودی قابل توسعه، قابل تکامل هست و هر مرحله آثار خاص خودشو دارد. انشاءالله که بتوانیم ایمانمون، علممون، معرفتمون، عقلانیتمون رو به دست بیاریم و بتونیم وجودمون رو توسعه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.